سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره با هم دیگه بریم به دو تا پیتزا فروشی که یکیش بالا شهر ملبورن و یکیش پایین شهر ملبورن. بچه‌ها با ما همراه باشید. می‌خوایم بریم ببینیم که کدوم یکی از پیتزا فروشی‌ها بهتره و کدومش بدتره، که از لحاظ قیمت و از لحاظ کیفیت چه فرقی با هم دیگه می‌کنن. بچه ما تو مسیر هستیم. اول قبل اینکه بریم ما رستوران میخوام برم که دنبال یکی از دوستام همراه ما باشه توی این ولاگ. توی ملبورن پایین شهر ملبورن شمال میشه و بالا شهر ملبورن جنوب. چون داخل ملبورن بچه هر منطقه‌ای که بیشتر نزدیک ساحل باشه شمال ملبورن حساب میشه، یعنی مثلا منطقه خیلی با کلاس و پولدار نشینه چون کنار ساحله، و هر چقدر به سمت شمال ملبورن میریم چون که دور از دریا هستش اونجا جنوب شهر محسوب میشه و مردم خیلی ضعیف‌تر و حالا از لحاظ مالی ضعیف‌تر زندگی می‌کنن. زنگ بزنم پرهامم بیاد پایین. الو داداش بیا پایینم، من میبینمت، بیا. بخور با خودم دارم میبرم و سلام چکرم مخلصم فداتشم. بچه‌ها پرهام بچه‌ها امروز قراره یه روز خیلی باحال باشه. بچه‌ها ما رسیدیم پیش پرهام از اونجایی که من و پرهام 10 سال با هم دیگه رفیق هستیم. بیشتر داداش فکر کنم 12 سال 12 سال با هم رفیقیم. اومدیم که پرهام ببریم با خودمون چون بخورش هم خوب بود. گفتیم یه پیتزا مشتی هم بابا بریم ببینیم. آره دیگه قصدمون از این برنامه اینه که می‌خوایم که ببینیم آقا پایین شهر ملبورن با بالا شهر ملبورن چه فرق غذاهاش با هم دیگه داره. حالا از لحاظ قیمت، از لحاظ کوالیتی، کیفیت غذا، آره ببینیم که چه جوریه. داریم میریم شمال ولی جاش مثل شمال ایران نیست که مثلا با کلاس باشه. کبیره. آره. کبیر. حالا میریم بچه‌ها میبینیم. آره دیگه با ما همراه باشید. نظرت چیه نسبت به پایین شهر ملبورن؟ حالا پرهام میدونی چه جوریه؟ اینجا یه دونه چیز هستش، یه دونه ساقی هست. من از اینجا گل میگرفتم از این خدا. نه فکر کنم باشه تو اون خیابونه است. آره تو اون خیابونه. آقا پیتزا فروشی هم اینه، فقط پشماتون نریزه دیگه. این آشش اینه. این پیتزا فروشیه. بعد امتیاز بدینا. نمیدونم دیوید کثافت یا نه. خدایی چقدر کثیفه اینجا رو نگاه کنید. خودم اولین بار دارم. واقعا پایین شهر میگن واقعا درسته ها. تو چی انتخاب کردی؟ چی انتخاب نکردی؟ پپرونی چی؟ قیمتش چند بود؟ خدایی خوبه. خب بچه‌ها یه مشکلی که بودش پنیر ویگن نداشت، ولی خب من گفتم که پیتزای منو بدون چیز درست کنه. حالا فکر نمی‌کنم تو طعم اون نونش و اینا برای من خیلی مهمه. حالا پنیرشو پرهام میخوره و بهمون توضیح میده که چجوری بودش دیگه کوالیتی پیتزا. قیمتش هم بچه‌ها شد کلا $20، هر پیتزای $10. خدا وکیلی خیلی خوبه واسه یه اسمال پیتزا. خب بچه‌ها پیتزا رو گرفتیم. پیتزای پرهامو نشون بده. به نظرم قیافش خیلی خوشگل میاد نه؟ خدای خیلی. برای منم اوکیه، فقط چیز نداره دیگه. بغل چی داریم می‌خوریم کجاییم؟ کجایی اندونیه چقدر یا کریم ما کریم. خب این سفارشی که دادم چه چیه؟ پنیری هم داره باری کلا. خدا داغه چجوریه؟ خوراک کرخوریه. نه بابا بذار اینو خیلی ترده نونش. نه قشنگ مشخصه، کیفیتش قشنگ پایینه. $10 گول دادی. آره. چی میخوای دیگه لامصب؟ پنیر پیتزاش از ترین مدل پنیر پیتزا ارزونه، یعنی میگی ارزونه، قشنگ نونش قشنگ مشخصه. $10 دیگه. خب باید بررسی کنیم دیگه. الان خدایی $10 سیرت میکنه نمیکنه؟ $10 الان بخورید سیر میکنه دیگه. خیلی خوشمزه است خدایی. من دوست دارم. حالا واسه $10 اوکی. حالا یکم نونش من به شما نشون. خدایی برشته و عالیه. خودم شما دیگه زیادی گرسنه. آره من گرسنگی واقعا دارم میخورم، خیلی گرسنه‌ام. آره حالا دومی هم می‌خوریم دیگه فرق. آره میریم اونجا، میریم تو لایگون، میریم یه جای خوب این دفعه. میریم یه رستوران ایتالیایی، پیتزای ایتالیایی. حالا اونجا هم بعد بریم چجوریه دیگه. شاید این اصلا بهتر باشه از اون نه؟ من که بعید میدونم ولی ترای میکنم. منم برم بخورم بعد شد نسخم بعد
15 minutes later. ما که اینو خوردیم تموم کردیم. من نونش رو دوست داشتم خدا وکیلی، ولی برای من که کلا فقط چیز داخلش داشت با 4 تا دونه از این سالامی‌ها. آره نه من نتونستم. پرهام که نتونستم ولی بخوره. تو یک تا چندش میدی؟ من حاجی فکر کنم 5 میدم. 5 میده تا تمومش کرده. چرا؟ چون $10 بود. واقعا اگه یه نفر مثلا پول نداشته باشه بخواد با $10 سیر شه، آره، میاد میزنه دیگه. آره، میاد کرش هم میکنه اینجا مثلا. کسایی هم که اصلا اهل رژیم نباشن و براشون مهم نباشه این کش. بعد ما ویگن هم بودیم چیز نداشت. آره به خاطر هم چند یک؟ نه 1 تا 10 من بهش 4 میدم. من 5 دادم بهش. چون خوراک کره خوریه. این اولین محله‌ایه که من تو استرالیا زندگی می‌کردم. اسم محله‌ش هم برودمیدوسه. حالا بچه‌ای که تو ملبورن هستن می‌بینن حتما اینجا رو میشناسن دیگه چجوریه. یه خورده اون وقت یه محله عرب نشین و مسلمون نشینه دیگه. زیاد آدمای با کیفیتی. کبوتراش مشخصه آره دیگه. آدم ورتر بری. کبوترا رو بگی یه مقدار. همراه ما باشید بریم برای پیتزا ایتالیایی تو یه جای خیلی خوب. لایگون بریم ببینیم چجوریه. اوکی؟ دلدرد من شده تو حالت. من دارم اینجوری دقت می‌کنم می‌بینم. خب بچه‌ها رسیدیم تو اون محله‌ای که می‌خواستیم، لایگون استریت، و قراره که بریم تو این رستوران ایتالیایی به اسم فراری. می‌بینید که کلاً تفاوت رو اصلا وایب و ساختمونا، درخت، تمیزی. آره دیگه کلاً خیابون پشتی خیابون اصلی که لایگونه الان قدم می‌زنیم با هم دیگه میریم اونور داخل لایگون. کلاً متوجه میشید که داستان چیه و چقدر تفاوت داره. پیتزا پوشی هم رسیدیم. اینجا هم برامون نون پیتزا میزنن. خیلی خوشمزه می‌خوره. به این میگم پیتزا، خدا وکیلی نه؟ خیلی خوبه. داخل ببین چه پیتزایی داره میپزه. بچه ما تو چند تا ویدیوهای قبلیمون که داشتیم اوردر میدادیم صدامون قطع بود. بعد حالا داشتیم دوباره بگیریم. طرح مارگاریتا سفارش داد. قیافش که خیلی خوبه. یه ذره طول کشیدش، فکر کنم یه 10 دقیقه‌ای است ما منتظریم. آره قیافش که خیلی عالیه. قیافش که خیلی بعدی هم داره میاد مال شما. Thank you so much. Thank you man. بچه ویگنش هم واقعا حرف نداره. حتی پنیرش هم ویگنه. خیلی منم که این دستم به اون دستم میگه خیلی عالیه. چیز نخور. چیزی که پنیر خوبی روش داره. پنیرش تو پنیر ویگنه. عالیه عالی. بزن ببینیم عجب. چیز بیا چیز. کشش بیشتره؟ کشش نه ببخشید چیز کشش بیشتر. بوق بذار روی یه تیکه. خوب بود؟ اولشو دوست نداشتم ولی هرچی گذشت خیلی بهتر شد. چرا؟ نمیدونم. نه خیلی عالیه. بیا بشه. من که بیا پر می‌خوای. آقا ما اونو نمیتونیم بخوریم ولی بیا اینو بخور. عراقی گرفته نگاه. وای خدا وای. خوبه؟ خدا مال من خیلی تیستی تره. خب بچه‌ها ما غذامون رو زدیم، سرعتی هم زدیم، خیلی گرسنم بود. من که اون رو داشت دادی چیزی نمونده. دیگه همش جنگه. نه معلومه خوب. پرهام هم که دلدرد گرفته بود. یه سری قبلی چیز یعنی اون پنیری که گذاشته بود اصلا کاری کردم ولی بازم 3 تا خوردم. ولی بقیه‌اشون باید ببره خونه بزنه به من. نه میبرم من اینو تیک اوی میکنم. آره ولی خب عالی بود دیگه. بکگراند اونور چی بود؟ اونجا که رفتیم دون میپاچید یارو به کفترا. بکگراند اینجا اصلا نگم براتون خودتون ببینید. یک داده خرید برو. آقا یک داده. نونش خیلی خوب بود خدایی. پنیر ویگن هم داشت زده بود. قشنگ شور و فلفلی و خوشمزه بود. خدایی چسبید بهم. آقا یک داده خیلی زر میزنید. یک داده ببر. من اونو چند دادم؟
ما 5 دادیم. 5 دادم، من 8 میدم اینا. بهتر از اینم میتونه باشه. آره. میتونیم بریم. والا اینی که من سفارش دادم مارگاریتا بود بچه‌ها. خیلی سختی بود. من خورده هرس خورم ولی نه خودت تستش زیاد بود. همه چیزش واقعا عالی بود. منم اینو یک داده 7ش میدم. 7 تو ایده اینا رو من نمیدم به این راحتی. خیلی سخت میدم. بریم سراغ اصل مطلب که حساب کنیم دیگه. Can I pay? 1 minute 37 seconds later. اونجا چند دلار شد پرا؟ 20 $20. اینجا 20 دادیم اینجا چقدر؟ $57. میارزه؟ نه آره خوبه. بد نبود. نه میشه. اوکی. آره. اوکی. ولی بهتر از اینم هست فکر کنم. آره بابا. بچه‌ها ممنون که تا اینجای برنامه ما رو دنبال کردین. آره دنبال کردین یا نگاه کردین ما رو. لایک، کامنت، سابسکرایب اینا رو حتما انجام بدید چون واقعا برامون انرژیه دیگه. مخصوصا کامنت پایین شما نباشید سابسکرایب رو بکنید. مخصوصا کامنت گذاشتن خیلی به ما انرژی میده که بخوایم هفته بعدم بیایم. آره اصلا آیدیا داشته باشید، آیدیا بدید بهمون. آره به این بدین، به این بدین. مفخوری داره میکنه. من اینجا دارم زحمت میگم تا پیتزا خود میگه دلم. من دستشویی منو ببر. تو شکایت کنم حالا من دل درد شدم. من شما رو میتونم سو کنم. حالا ببینیم هفته بعد ببینیم کجا میریم. شما هم آیدیا به ما بدین. میریم حتما. چرا که دمتون گرم. مشتی هستید. یعنی چی مشتی هستید؟ ناخدای کشتی هستید. عشق منید، عشوه‌گرید. خداحافظ.